روز 28 یونی سال 2023 یک افسر صوابجوی پلیس هنگام نوبتداری در نزد مسجد جامع در شهر اکاترینبورگ روسیه به دست موجری که به نمازی تیاری میکرد آب ریخت تا او طهارت کند. این لحظه رو یک موجر دیگر به نوار گرفته در اینترنت پهن کرد و 100 نفر به این افسر پلیس برای این کار خیرش آفرین گفتند و اظهار سپاس کردند. این کارمند پلیس نشان داد که همه انسان ها برادرند. در ویدیو دیده می شود که یک مرد مهاجر که در تنش لباس کاری دارد در کنار با شتاب طهارت می کند و هنگام دست و رو و پایهایش رو شستن این مهاجر، افسر پلیس پرصبرانه به دست او آب می ریزد که او طهارتش رو انجام دهد و به نماز برسد. چند راهگذر با نفری که این لحظه رو به نوار می گرفت وارد صحبت می شوند و از تاجیکی صحبت کردن آنها معلوم می شود که نوار بردار تاجیک است. از کدام کشور بودن مهاجری که افسر پلیس برایش آب طهارت می ریخت دقیق نیست، ولی چندین نفر در زیر این ویدیو نوشتند که او از تاجیکستان است. روز 28 یونی سال 2023 اکثر مسلمانان جهان عید قربان را تجلیل کردند. عید قربان در برابر عید رمضان یکی از دو عید اعظم مهمی برای مسلمانان است. متاسفانه هر سال صدها هزار نفر شهروندان تاجیکستان که برای تامین زندگی خانواده‌های خود به مهاجرت کاری می‌روند، این عیدها را در ملک غربت دور از وطن و دور از عزیزان خود تجلیل می‌کنند.